بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. البته ما شما را به مناسبت انشاءالله فرا رسیدن عید قربان تبریک و مبارک باد میگیم. عید قربان آمد و در مکه حج اکبر است. دوستان را تبریک کردن سنتی پیغمبر است. با کمال احترام مردم ازبکستان زمین و مسلمانان تمام دنیا و مسافران و آمدی عید ماهی سعید قربان از صمیم قلب تبریک و مبارکباد نموده. از درگاه خداوند یعنی طلب مغفرت و هدایت و مستحکمی در دین و سعادتمندی دو دنیا را یعنی تمنا می نماییم. و در خاندان و کسب و کار ما و شما الله سبحانه و تعالی برکات عطا نماید. آن خداوندی که در دل نور ایمان آفرید، در شب تاریک بینگر ماهی تابان آفرید، تیغ را در حلق اسماعیل پیغمبر نهاد، بعد از آن بر مؤمنانش عید قربان آفرید. عید همیشه بر ما شما انشاءالله مبارک باشد. عزیزان من، انشاءالله خدا خواهد روز سه شنبه انشاءالله روز عید است. البته به تقاضای زمانه بین رفتی حیات که امروز این بیماری وبا فرا گرفته است، از طرف انشاءالله خدا خواهد خادمانی دین هم یعنی این عید خدا خواهد خونده شد منع کردن برای کسانی زیاد شدن. البته انشاءالله خدا خواهد در این روز عید یک چند وظیفه هاست باید که ما شما اجرا کنیم. اولا انشاءالله خدا خواهد که غسل یعنی آبازی بجا بیاریم. دوم انشاءالله خدا خواهد از خوشبوی ها یعنی عطرها استفاده بریم و لباس های خوب انشاءالله پوشیم و این روز را خدا خواهد روز خرسندی و روز شادی انشاءالله خدا خواهد پیشواز گیریم. البته در جاهایی که نماز عید خوانده نمی شود، البته 2 رکعت نماز چاشت یعنی بعد آفتاب آمدن، البته انشاءالله این نماز را میخوانند و بعد این نماز همه ما شما رجوع و چکمان کنیم بین قربانی کردن. آن قربانی هایی که سنتی پدر ملت و سنتی انشاءالله خدا خواهد با ابراهیم و سنتی انشاءالله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بجا آورده، همون روز را همچون روز خرسندی روز شادی باید که انشاءالله پیشواز گیریم و در خاندان خود انشاءالله دسترخوان یعنی آراسته کنیم و به اهل و عائله و خویشاوندان انشاءالله به همسایگان و هم محلگان و هم صنفان جمع شده در انشاءالله خدا خواهد یعنی جایها این خرسندی انشاءالله این شادی را همه پیشواز گرفتنش سنتی پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم است. در این روز خدا خواهد قربانی میکنیم از گوشت قربانی و مسکینان و یتیمان و بیچارگان. البته انشاءالله خدا خواهد ما شما هدیه ها فرستیم. در این روز خدا خواهد انشاءالله خرسندی اظهار کنیم و در این روز به اهل کودکان خود یعنی ایدانه یعنی چی پول است چی چیزا است البته توفه ها کنیم. البته طبق سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم انشاءالله می شود. برامین ما گفتنی هستیم که البته این عید همچون یعنی عید وارینک همچون روز یک خرسندی یک روز شادی انشاءالله خدا خواهد پیشواز گیریم.
البته دست پگاه نماز بامداد انشاءالله یعنی تکبیر تشریق میگن، یعنی کلمه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد در عقب هر یک فرض، یعنی 5 روز پنجم روز تا نماز عصر انشاءالله خدا خواهد ادامه می‌دهد. البته این تکبیر هم واجب است، این تکبیرات انشاءالله ما و شما ادا کردن حرکت کنیم، مبادا فراموش کردیم کدام وقتی که به یاد می آید البته این تکبیر رو خدا خواهد کنیم انشاءالله با جا بیاریم. ولی همین بار دیگر ما و شما عزیزان به مناسبت این فرارسی یعنی عید قربان عید اضحی و تبریک و مبارکباد میگیم. همیشه شادی ها، همیشه خرسندی ها، همیشه تبسم هیچ وقت ما شما رو انشاءالله ترک نکند. و گفتنی از این که الله سبحانه و تعالی به طرف این خرسندی ها این بیماری که امروز بر تمام دنیا تشویش آورده است الله سبحانه و تعالی زودتر از بین ما و از بین قوم و جمعیت و از بین تمام دنیا انشاءالله خدا خودش دور بگرداند. همیشه شاد و همیشه خورم باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.